خب در این 21 جلسه ما مطالبی گفتیم و سعی کردیم به ترتیب و به تدریج برسونیم به روشن کردن رویکرد پیشنهادی خودمون که اسمش گفتیم فرمالیسم ژرف در معماری. مثال هم زدیم ولی طبیعتاً سرشت این درس گفتارها و محدوده زمانی اجازه نمیده بهمون که ما این رویکرد رو اعمال کنیم بیازماییم در اثری. به جای اون فکر کردیم که مجموعه سوالهایی رو که بر اساس این رویکرد قاعدتاً باید از اثر پرسید مطرح کنیم. این مجموعه پرسش ها در باره همه آثار به یک اندازه پاسخ بالقوه نداره، یعنی هر اثری استعدادهای خودشو داره، قابلیتش برای بعضی از پرسش ها بیشتره، برای بعضی ها کمتر. و این پرسش ها از باب مثال دیگه میخوایم این چیزایی که گفتیم و یه ذره جمع و جورتر و روشن‌تر بشماریم. خب پرسش هامون رو در 3 دسته، در 3 مرتبه درون معماری و میان معماری و برون معماری که قبلا توضیح دادیم تنظیم کردیم. من ابتدا پرسش های مرتبه درون معماری رو میگم. مرتبه درون معماری، حالا اگر بخوایم از اصطلاحات نقد نو که قبلا توضیحش دادیم استفاده کنیم، یه جور با خوانش تنگاتنگ اثر همراهه. پرسش های مرتبه درون معماری خودش 4 دسته است. دسته اول عناصر سازنده است. اول میریم به سروقت عناصر سازنده اثر. انواع عناصر تشکیل دهنده اثر چی؟ خب منظور از عناصر تشکیل دهنده اثر یا عناصر سازنده اثر، عناصر از قبیل حیات، دیوار، پنجره، سردر، ستون، سقف، راهرو از این قبیل. یا مثلا اگر بخوایم به اون ترم‌های اومبرتو اکو مقید بمونیم، مثلا خوریم یا پاره فضا رو مثلا ممکنه به این اضافه بکنیم. کدام یک از این عناصر اصلی و کدام یک فرعی است؟ حالا ملاک تشخیص اصلی یا فرعی بودن هر عنصر، نقش اون عنصر در کلیت فرم اثر بنابر تشخیص ناقد. ناقد تشخیص میده که کدوم این عناصر در این اثر عناصر اصلی شمرده میشه، کدوم عناصر فرعی. مثلا در کاری که خانم مهندس سارا بمانیان کردن درباره معماریت سعدیه، یعنی نقد سعدیه بر اساس همین رویکرد، ایشون مثلا تشخیص دادن که عناصر اصلی در اینجا اون ستاوند ستونگان گنبدخانه است، مثلا صحن از این قبیل. کدام یک از عناصر عنصر غالب اثر است؟ عنصر غالب عنصریه که بر همه عناصر دیگر چیره است و اونها رو فرمگردانی کرده. ما میتونیم، یعنی باید این کار بکنیم که کدوم این عناصره که شخصیت بخشیده به بقیه عناصر، و وقتی که معمار تصمیم گرفته از این عنصر در طرح استفاده کنه، بقیه عناصری که بعداً
پیوسته یا قبلا بوده در اثر، در طرح، اونا بر اساس اون عنصر تغییر شکل دادن، یا اصلا از اول اون عنصر رو طراحی کرده و بعد عناصر دیگه زاده شدن بر محور اون، از این قبیل دیگه. و همینطور در مرحله درک اثر و در مقام خواندن یا در مقام التزاز، در مقام بهره برداری و مواجهه با اثر، باز به همین ترتیب دیگه، یعنی کدوم عنصر غالبه و در ذهن ما عناصر دیگر رو فرم گردانی میکنه و به ادراک ما در میاره. عنصر غالب اثر چگونه دیگر عناصر را به نفع خود فرم گردانی کرده؟ خب در پرسش قبلی سخن از این بود که عنصر غالب چیه که فرم گردانی کرده. حالا این فرم گردانی چطور تحقق پیدا کرده؟ یعنی چطور مثلا اون ستونگانی که در مقبره سعدی در سعدیه از گنبدخانه منشعب شده و منتهی میشه به قبر شوریده، چطور این فرمش متأثر از تصمیمی است که پیشتر درباره گنبدخانه و همه چیز گنبدخانه، یعنی نسبت به گنبدخانه با محوطه سایت و منظری که گنبدخانه داره، طرز استقرارش در محوطه، همه اینها دیگه، اینها توضیحاتی است که مربوط به فرم گردانی. خب این جنس پرسش هایی که ما در دسته عناصر سازنده میپرسیم از این قبیل. حالا دسته دوم از پرسش های مرتبه درون معماری، ما همچنان در مرتبه درون معماری. دسته دوم مربوط به ماده و هنرساز است. اثر از کدام مواد ساخته شده؟ منظورمون از مواد رو قبلا گفتیم، تکرار میکنم. منظور از مواد چیزهایی است از قبیل مواد ساختمانی، بتون و سیمان و خاک و شیشه و اینا، و ساختمایه ها، یعنی مواد شکل یافته مثل آجر و بلوک و سنگ پلاک و از این قبیل. و همینطور اقسام عملکردها، این هم قبلا گفتیم که جزء مواد. اقسام عملکردهایی که بنا قرار اونها رو برآورده بکنه، قرار در خودش جا بده. چه هنرسازهایی در ساخت اثر به کار رفته است؟ هنرسازی یا تکنیک هنری در معماری چیزی نظیر صنایع ادبی در ادبیات است. هندسه و تقارن، نظم هندسی یا نظم اندامین یا ارگانیک، مسطح بودن یا پلکانی بودن کف یا مثلا سقف، تغییر ارتفاعها، تغییر حجمها، تغییر اندازه فضاها، نوع اتصال فضاها به همدیگه، همنشینی‌ها، از این قبیل در واقع هنرسازی، تغییر رنگ، همنشینی انواع رنگ‌ها، همنشینی انواع بافت‌ها، همه اون امکاناتی که در واقع اصطلاحاً از قبیل امکانات آرکیتکتونیک شمرده میشه، در اختیار معمار برای کار معمارانه کردن. مواد سازنده اثر چگونه به وسیله هنرسازها دگرگون شده و فرم معماری رو پدید آورد؟ بر اساس چیزایی که قبلا توضیح دادیم روشنه که معمار مواد رو با هنرسازها تغییر میده و فرم معماری پدید میاره. پدید آوردن فرم معماری به دست معمار به معنای کار کردن با انواع مواد یاد شده و تغییر دادن آنها در جهت پدید آوردن فرم معماری است. معمار این کار را با فنون یا هنرسازها انجام میده. پرسش این است که این هنرسازها چیست در این اثر، در اثری که میخوایم نقدش کنیم، و با این هنرسازها مواد چگونه در جهت ساختن فرم معماری تغییر یافته است.
هنرسازه ها در خدمت خلق ترکیبی تازه بوده است یا آشنایی زدایی از ترکیب های مأنوس. گاهی معمار با هنرسازه در ماده تصرف می کند تا ترکیبی یکسره بی سابقه پدید دارد. اما در بیشتر موارد او با استفاده از هنرسازه ها از ترکیب های مأنوس آشنایی زدایی می کند. مثلا در برج شهیار با ساختن طاقی مرکب از 2 نوع چفته تابی و چفته تیزه‌ای از هر دو اینها آشنایی زدایی شد. خب دسته سوم از پرسش‌های مرتبه درون معماری مربوط به رمزگان هاست. آیا هیچ یک از عناصر اثر در درون خود اثر ارزش نشانه‌ای دارد؟ یعنی آیا عنصری هست که معنا یا مدلول آن در خود اثر باشد؟ مثلا ممکن است سردر بنا ترکیبی خاص داشته باشد که در ایوان درون صحن بنا هم از همان ترکیب استفاده کرده باشند. معنای این ایوان ورود است و این معنا ناشی از ارتباطش با عنصری دیگر در درون بنا یعنی سردر است. یعنی اون نوعی از دلالت که در مثال نشان شناسی خانه های کاشان که زدیم گفتیم که آقای دکتر نجومیان یک نوعی از دلالت رو در درون معماری اینجوری میشمرند که از مثلا از هشتی دالان ما رو دلالت میکنه به حیات، این از اون قبیل. در زمان ساخت اثر دلالت‌های مربوط به درون اثر متکی بر چه رمزگان‌هایی بوده است؟ منظور از رمزگان‌های مربوط به درون اثر رمزگان‌هایی است که معانی عناصر درونی اثر و ترکیب آنها متکی بر آن رمزگان‌ها پدید آمده است. مثلا رمزگان‌های شکلی ناشی از تداعی یا رمزگان‌های شکلی مربوط به استعداد همنشینی عناصر. آیا امروزه دلالت‌های مربوط به درون اثر تغییر کرده است نسبت به زمان احداثش؟ چه تغییری و مبتنی بر چه رمزگان‌هایی؟ خب دسته چهارم از پرسش‌های مرتبه درون معماری مربوط به کارکرد سازنده است. کارکردهای ساختمانی اثر یعنی عملکردها، جنبه‌های فنی، جنبه‌های مربوط به صرفه‌جویی انرژی از این قبیل چیست؟ کدام یک از عناصر تشکیل دهنده اثر کارکردی زیبایی شناختی یا هنری دارد؟ خب گفته بودیم که منظور از کارکرد سازنده کارکردی است که هر کدوم از عناصر در درون اثر داره. بعضی از این کارکردها هم زیبایی شناختیه دیگه، خاطرتون هست بعضی از کارکردهای سازنده کارکردهای زیبایی شناختی. کارکردهای زیبایی شناختی اثر چه نسبتی با کارکردهای ساختمانی آن دارد؟ کارکردهای زیبایی شناختی اثر چگونه و با چه عواملی حاصل شده است؟ خب می‌بینید مجموعه پرسش هایی که در مرتبه درون معماری از اثر میپرسیم از این جنسه. خب دست دوم پرسشامون مربوط به مرتبه میان معماری، یعنی در مرتبه‌ای که به نسبت اثر و عناصر و اجزایش با مجموعه معماریات میپردازیم. این هم در واقع این مجموعه سوالات در این مرتبه هم 5 دسته داره. دسته اول عناصر سازنده. آیا عناصر تشکیل دهنده اثر در اثر دیگری هم دوره آن وجود دارد؟ مثلا آیا نظیر طاق اصلی برج آزادی و برج شهیار که ترکیبی است از چفته تیزه‌ای و چفته تابی در زیرش
در اثر دیگری معاصر با آن هم به کار رفته است؟ شباهت و تفاوت آنها در چیست؟ کدام یک از دو اثر از این حیث مقدم بر دیگری است؟ آیا عناصر تشکیل دهنده اثر در آثار مقدم بر آن وجود دارد؟ با هم چه رابطه‌ای دارد؟ مثلا طاق اصلی برج آزادی چه نسبتی با 4 طاقی‌ها و ایوان‌های پیش از اسلام یا گنبدهای رسمی بندی شده دوران اسلامی دارد؟ دسته دوم مربوط به ماده و هنرساز است. اثر از حیث اینا میدونید که کلی نیست، یعنی ما از این اثر معین اینا رو میپرسیم. اثر از حیث مواد سازندش چه اشتراکی با دیگر آثار دارد؟ مثلا آیا ترکیب سنگ و خطوط کاشی در برج آزادی در آثار دیگر معاصر یا متقدم بر آن به کار رفته است؟ بنای برج آزادی از حیث عمل کرد با دروازه‌ها، کوشک‌ها، مقابر کوشکی و 4 طاقی‌ها در معماری سنتی ایران چه نسبتی دارد؟ بنای برج آزادی از حیث عمل کرد با موزه‌ها و بناهای یادبود مدرن چه نسبتی دارد؟ اثر از حیث هنرسازهای به کار رفته در آن چه اشتراکی با دیگر آثار دارد؟ مثلا معمار برج آزادی چگونه از هندسه گسترنده یعنی هندسه 6 گوش‌ها و 4 گوش‌های متسع شونده که شما مثلا در کف محوطه می‌بینید، برای ایجاد ارتباط میان طاق، پایه‌ها و حتی محوطه میدان استفاده کرده و از این راه به پایه و طاق و کف کیفیتی هنری بخشیده. شما یک مضمون رو می‌بینید که به یک شکل در بدنه برج با این قطعات سنگ که انگار از یه جای شروع میشه ریزه و اینا همینجور خودشون گسترش میدن به کل بدنه بنا و پهن میشن تا میان پایین مواجهید و شبیه اونو شما در کف محوطه میبینید که باز به همین ترتیب یه هندسه گسترش یابنده‌ای داره. اینها خب اشکال منتظم نیستن، چون یعنی کاملا منتظم نیستن، چون اگه کاملا منتظم باشن امکان اتساع ندارن. میدونید اینا از ریز شروع میشه بعد درشت میشه. این که هم اندازه باشه مثلا 6 گوش‌ها کنار هم اندازه باشه دیگه اینا درشت نمیشه، پخش میشه ولی درشت نمیشه. این هم در خود بدنه برج این ترکیب رو میبینیم در قطعات سنگ ها و هم در کف محوطه. خب ما سابقه اینجور هندسه هم در معماری قدیممون داریم دیگه. مثلا در زیر گنبد مسجد شیخ لطف الله الان مثالی که یادم میاد. خب دسته سوم از پرسش‌های مرتبه میان معماری درباره رمزگان هاست. نسبت این اثر با دیگر آثار هم عصر یا متقدم از حیث رمزگان معماری چیست؟ شباهت‌ها و تفاوت‌های رمزگانی آنها چیست؟ طبیعتا این پرسش‌ها رو باید محدود کرد دیگه. در هر اثر با تدبیری ناقد باید اینا رو محدود کنه، چون هر کدوم از اینا پرسیدنش سالها تحقیق. مثلا پیش از حسین امانت، هوشنگ سیحون و عبدالعزیز فرمانفرماییان با استفاده مدرن از عناصر معماری سنتی ایران رمزگانی پدید آوردند که نمونه‌هایش در مسجد دانشگاه تهران، آرامگاه خیام، آرامگاه بوعلی دیده می‌شود. برج آزادی با این رمزگان چه نسبتی دارد؟ دسته چهارم از پرسش‌های مرتبه میان معماری درباره کارکرد معماریان است. یادتونه از اون انواع کارکردهای مرتبه میان معماری اسمش کارکرد معماریانه. مثلا
رابطه عناصر تشکیل دهنده اثر با عناصر مشابه آثار متقدم بر آن از چه جنسی است؟ مثلا از جنس هماهنگیه، از جنس نقد اونهاست، از جنس کنایه و طعنه زدن به اونهاست، از جنس احترامه، از جنس ارجاع تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی و امثال اینهاست. مثلا نسبت میان طاق تابی برج آزادی با ایوان مدائن بیشتر متضمن طعنه به تاریخ است یا احترام به آن؟ خب اینطوری ما میتونیم به اثر حرف بزنیم دیگه. کارکردهای زیبایی شناختی اثر چه نسبتی با دیگر آثار دارد؟ مثلا در برج آزادی از رسمی بندی آشنایی زدایی شده. چطوری؟ این آشنایی زدایی از طریق استفاده از آن در طاق محدب و ترکیب آن با طاق و چفته تابی و همچنین نشاندن آن در بستر سنگی تحقق یافته است. خب ببینید رسمی بندی ها در معماری، خب این زیر این طاق که رسمی بندیه، ولی رسمی بندی در معماری ایران در زیر در واقع طاق مدور مقعر دیگه. یعنی شما مثلا در این ترمبه زیر گنبدها شما با یه سطح منحنی مقعر مواجهید دیگه، محدب که نیست. روشو که رسمی بندی نمی کنید، توشو رسمی بندی. این الان این سطح محدبه ولی روش رسمی بندی داره. این خب آشنایی زدایی کرده. آشنایی زدایی دیگه که کرده اینه که اینو اومده این طاق محدب رو به شکلی در آورده که وقتی که شما از بیرون بهش نظر میکنید این یه چفته تابی نشون میده که این چفته تابی یادآور معماری پیش از اسلامه. یعنی ما رسمی بندی بر اساس مثلا طاقی که نیمرخ تابی داشته باشه و محدب هم باشه سراغ نداریم قبلا. و اینکه از سنگ ساخته شد یا ترکیب سنگ و کاش، خب اینم کم سابقه است. بدین نحو رسمی بندی از حالت خودکار خود بیرون آمده و کیفیت معماری آن احیا شده است. این احیای رسمی بندی چه نسبتی با نظیر آن در آرامگاه خیام ساخته هوشنگ سیحون و مسجد دانشگاه تهران کار عبدالعزیز فرمانفرماییان داره؟ دسته پنجم از پرسش‌های مرتبه میان معماری درباره سیستم‌های فرعی معماری. پرسش‌های از این قبیل: گونه بنای این اثر چیست؟ این سیستم‌های فرعی معماری سیستم‌های فرعی درون کل سیستم معماریات دیگه. یعنی یه سیستم معماری داریم دیگه، خاطرتون هست که این سیستم معماری خودش سیستم‌های فرعی داره، سبک، گونه بنا، از این قبیل. گونه بنا این اثر چیست؟ یعنی این اثر متعلق به چه گونه بنایی است؟ مثلا برج آزادی تابع اصل سازنده گونه بنای دروازه و گونه بنای مقبره نیست. این دروازه نیست چون تا اصل سازنده دروازه در این مراعات نشد. اینا یعنی باید بحث کرد و من دارم فرض میگم. و مقبره هم که نیست، گرچه شباهت‌هایی به آنها دارد. این بنا بیش از هر چیز برج یادبود است، چنان که از نام نخست آن یعنی شهیاد نیز پیداست. برج یادبود خود نوعی از گونه بنای عابده یعنی مونومان است. آیا این گونه بنا اصل سازنده‌ای دارد؟ یعنی گونه بنای عابده ما داریم، اصلا ما گونه بنای مونومان داریم، یا مونومان یه صفت گسترده‌ایه که انواعی از گونه بناها رو ممکنه، یعنی در هر گونه بنایی ممکنه ما بناهای عابده‌ای داشته باشیم یا نداشته باشیم. آیا این گونه بنا اصل سازنده‌ای دارد؟ پیوند برج آزادی با این گونه بنا
از حیث مراعات اصل سازنده این گونه بنا چگونه است؟ این اثر به کدام سبک یا مکتب تعلق دارد؟ اصل سازنده آن سبک چیست؟ آن اصل سازنده سبک چگونه در این بنا ظهور یافته است؟ آیا این اثر جزو آثار سیستم آفرین است؟ حالا برای مثال اگر به سبکی به نام معماری هوشنگ سیحون قائل باشیم بر فرض، اصل سازنده این سبک چیه؟ نسبت برج آزادی با این سبک چیه؟ یعنی چه مشخصه های فرمی هست که شما بر اساس اون مشخصه های فرمی میتونید آثار هوشنگ سیحون رو از دیگر آثار باز بشناسید. یه اثری ببینید بگید این کار هوشنگ سیحونه، حدس بزنید. خب اون مشخصه ها، اون ویژگی های فرمی سبک هوشنگ سیحون رو میسازه. بر فرض دیگه، اینا مثال اون فرضی. حالا آیا برج آزادی به همون سبک هوشنگ سیحونه؟ یعنی آیا با اصل سازنده یا اصول سازنده سبک هوشنگ سیحون وفق میکنه؟ اون اصول درش به کار رفته یا نرفته؟ و چرا و چگونه؟ این که گفتیم آیا جزو آثار سیستم آفرینه؟ مثلا آیا برج آزادی خود موجد گونه بنای تازه و بی سابقه در ایران شده است؟ اصلا ما مثلا یه همچین گونه بنایی به این صورت مثلا برج یادبود به معنی مدرنش داشتیم یا نداشتیم در ایران؟ آیا سبکی تازه پدید آورده است؟ مثلا بگیم این شد پایه‌گذار یه سبکی، شده یا نشده؟ اگه شده چگونه؟ اصل سازنده اون سبک چیه؟ اینها حالا بعضی از پرسش‌هایی بود که میشه در مرتبه میان معماری پرسید. اما نمونه‌هایی از پرسش‌های مرتبه برون معماری از اثر. پرسش‌های مرتبه برون معماری هم اینهایی که اینجا مثال زدیم در 3 دسته است. دسته اول نشانه‌های معماری. عناصر نشاندار و بی‌نشان این اثر کدام است؟ عناصر نشاندار اثر دارای چه دلالت‌های تصریحی و تلویحی است؟ چه نوع نشانه‌هایی در اثر وجود دارد؟ دال و مدلول آنها چیست؟ آیا نشانه‌های موجود در این اثر سابقه دارد یا جدید است؟ مثلا در مورد همین برج آزادی عناصر نشاندار که گفتیم عناصری است که دلالت تلویحی یا ثانویه دارد. کارکرد این عناصر فراتر از عملکرد ساختمان است. برج آزادی تهران عملکرد دروازه ندارد، اما فرم تهی میانه آن و طرز قرارگیریش در مدخل شهر طوری است که نشانه دروازه تهران است. این الان اینجا دلالت ثانویه کاملا آشکار میشه دیگه. این دلالت اولیه دروازه رو نداره ولی دروازه است. چطور در چیزی که دروازه نیست دروازه است؟ این قبیل دلالت ها به شدت وابسته به سیاق فرهنگی است. اما دسته دوم، رمزگان ها و سیستم های مجاور معماری. چه رمزگان های برون معماری در ایجاد این اثر و سپس فهم آن دخالت داشته است؟ مثلا ایدئولوژی حکومت پهلوی از دهه 1340 به بعد تقویت هویت ملی بر محور ایجاد ذهنیت شاهنشاهی ایران با تکیه بر ترکیبی از ایران پیش از اسلام و پس از اسلام است، برخلاف زمان رضا شاه که تکیه بر پیش از اسلام.
این ایدئولوژی در مدیریت فرهنگی و فرهنگسازی دوره پهلوی و نظام تبلیغات آن رمزگانی پدید آورد که فور و برج آزادی در نسبت با آن معنا می‌یابد. یعنی از این قبیل توضیحات باید داد برای پاسخ به این پرسش. پرسش دیگه، از سیستم‌های برون معماری مجاور با سیستم معماری چه رمزگان‌هایی برای خوانش این اثر به دست می‌آید؟ مهمترین امور برون معماری مؤثر در ساخت اثر مربوط به کدام حوزه از فرهنگ است؟ برای دریافت پیام‌های نشان شناختی اثر باید به کدام سیستم‌های برون معماری مراجعه کرد؟ در زمان ساخت اثر سیستم معماری با کدام سیستم‌ها مجاور بوده و با آنها چه تعاملی داشته است؟ مثال، با توجه به اینکه برج آزادی محصول مکتبی است که در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پا گرفت و از مکتب بوزار متأثر بود، سیستم‌های هر یک از هنرهای زیبا به ویژه هنرهای تجسمی در مجاورت معماری آن مکتب قرار داشت و با آن تعامل می‌کردند. خب چنین اتفاقی مثلا در دانشگاه ملی نیفتاد، نظام آموزشی دانشگاه. سیستم تبلیغات دولتی یکی دیگر از سیستم‌های مجاور سیستم معماری است که در نقد برج آزادی باید بهش توجه کرد. دسته سوم از پرسش‌های مرتبه برون معماری، کارکرد فرهنگی. این اثر چه کارکردهای فرهنگی دارد و این کارکردها در نظام نشانه‌ای اثر چه جایگاهی دارد؟ از جمله کارکردهای فرهنگی برج آزادی دروازه نمادین برای تهران است. چون میدونید نزدیک برج آزادی فرودگاه بین‌المللی تهران بود، تنها فرودگاه بین‌المللی تهران بود اون زمان و خب هر کی از خارج می اومد با این برج مواجه میشد. در عین اینکه خب مدخل ورود به تهران، مدخل ورود زمینی به تهران هم همین میدونی بود که بعداً شد میدونه شهیاد یا آزادی. از جمله کارکردهای فرهنگی برج آزادی دروازه نمادین برای تهران است و بیان نمادین یکی از شعارهای اصلی دستگاه تبلیغات حکومت پهلوی، یعنی اینکه ایران در آستانه رسیدن به تمدن بزرگ است و اکنون یعنی دهه 1350 به دروازه آن رسیده است. این از شعارهای خیلی در واقع پر سر و صدای دستگاه تبلیغاتی پهلوی در به خصوص دهه 1350 بود که ما به زودی ایران به تمدن بزرگ میرسه و حالا به دروازه هاش رسیدیم و این برج آزادی به نحوی تجسم و مثالی بود از این دروازه های تمدن بزرگ که بهش رسیدیم. برج آزادی تجسم نمادین دروازه تمدن بزرگ است. موزه‌ای که در زیرزمین برج ساخته شد حاوی گزیده‌ای از آثار موزه‌های ایران و مجموعه‌ای از امکانات تبلیغاتی برای آشنایی با ایران بر محور سیاست تبلیغاتی و حکومت بود. پس پایه‌های این دروازه نمادین بر تاریخ فرهنگ و هنر ایران نهاده بود. مثلا مولاژی از سنگ نوشته کوروش رو ساخته بودن و در اینجا به نمایش گذاشته بودن، یا لوح زرین و سیمین داریوش رو مثلا در اینجا گذاشته بودن و نمونه‌های از آثار موزه‌های مختلف رو به امانت گرفته بودن اونجا. نمایش مولتی ویژنی بود از مثلا دستاوردهای صنعتی. در کنار این چیزهای تاریخی و فرهنگی که می‌دیدید، دستاوردهای صنعت و فناوری و پیشرفت و توسعه پهلوی هم در اونجا
به نمایش گذاشته میشه. پس برج آزادی هم نماد دروازه تمدن بزرگ بود و هم دروازه نمادین شهر تهران. همچنین این برج بنای یادبود شاه ایران بود، شهریار. راجع به این موضوعات درباره برج آزادی مشخصاً به خصوص این قسمت اخیر پرسش مرتبه برون معماری، البته همه مراتب ولی به ویژه این قسمتش خب کارهایی شده. از آخرین کارهایی که شده مقاله است که خانم دکتر مطهره داناییفر به انگلیسی نوشتن در مجموعه مقالاتی که آقای دکتر گیورگ هارتونیان به انگلیسی منتشر کردن اخیراً، در اونجا اومده، خوبه ببینید. کارکردهای فرهنگی در نظام دلالی اثر چه مبنایی برای کارکردهای معماریانه و دلالت‌های زیبایی شناختی فراهم آورده است؟ مثال، یکی از کارکردهای فرهنگی برج آزادی دلالت آن بر هویت ملی مطابق ایدئولوژی حکومت پهلوی است که مرکب است از تصویر ساخته و پرداخته‌ای که حکومت از آمیزش فرهنگ پیش و پس از اسلام و فرهنگ مدرن پدید آورد و آن را تبلیغ میکرد. این کارکرد موجب کارکرد معماریانه زیبایی به ویژه در طاقی مهذب و مرکب از رسمی بندی و چفته تابی و چفته تیزه‌ای شده است. ببینید در واقع اگر این کارکرد در نظر نبود چنین ترکیب بدی پدید نمی‌آمد. مثلا اینجا یعنی شما در این مرتبه میتونید اینطور توضیح بدید که چگونه بر مبنای یه ایدئولوژی حکومتی، ببینید ما حرفای دیگه‌مون رو جاهای دیگه زدیم در مراتب قبلی، همه حرفمون این نیست، ولی یکی از حرفمون هم اینه که چگونه یه مبنای ایدئولوژیکی که ما وارث یک شاهنشاهی 2500 ساله ایم، مای حکومت پهلوی، و یک چنین ریشه تاریخی داریم و همه اینها دستاوردها و در واقع دستاوردهای ماها و نیاکان ماست که ماییم در گذشته. اینها رو چطور در یک اثر بشه مثلا یه چیزی از معماری ساسانی رو مثلا با چیزی از معماری اسلامی تلفیق کرد، مثلا یه ترکیب رنگی رو مواد با یه چیزی از معماری مدرن، این سه تا رو با هم دیگه ترکیب کرد. خب اینه اونجوری که توضیح بدیم میبینیم که چطور امکاناتی، ببین یک طلب ایدئولوژیک امکانات پدید آوردن زیبایی چجوری در اختیار گذاشته. میدونید همچنان که در مرتبه درون معماری همین اینو یه جور دیگه میشه توضیح بدی راجع به اینکه چگونه نشاندن رسمی بندی بر روی یک طاقی با نیمرخ تابی و مهذب چگونه شگفت‌انگیز شده، آشنایی زدوده شده، جذاب شده. چگونه رسمی هایی که قبلا، ببینید رسمی ها در رسمی بندی، اون چیزی که ما در واقع اونس داریم باش در معماریمون، رسمی ها یعنی خطوط رسمی، این تعویضه های رسمی، کاشی، اون چیزی که دیده میشه کاشیه، و اون آلت ها آجوری یا گچیه دیگه، درسته؟ یا کل این آجوری، ترکیب اینطوریه دیگه، ما ترکیبی میشناسیم. اما در اینجا رسمی ها یعنی تعویضه های رسمی بندی سنگیه و اون آلت ها کاشیه و این سنگ هم سفیده، یعنی ترکیب شما سفید و فیروزه‌ای لاجوردی میبینید تو وسط که این نو و کهنه است، یعنی همون چیزی که طلب میشه. حالا اینو ما در مرتبه برون معماری یه جور دیگه همون اونو توضیح میدیم این بار. بر اساس چی؟ بر اساس یه طلبی که رژیم تبلیغاتی حکومت داشته و
شاعر ساختمان رو به چنین خلاقیتی وادار کرده. یعنی اینطوری از این موادی که به نظر میاد این مواد هنری نیست، یک طلب ایدئولوژیک که ماده هنری نیست، سنگ هم که هنری نیست به خودی خود، رسمی بندی هم که نوع نیست، هنریه ولی نوع نیست، امروزی هم نیست. و چطور مجموعه اینها موجب پدید اومدن فرمی میشه که این فرم یه فرم هنریه و ارزش زیبا، یعنی معماریت داره. چگونه مواد از کارکردها، انواع کارکردهای فرهنگی، کارکردهای موزه‌ای، مثلا عملکردهای موزه‌ای از این قبیل، عملکردهای مثلا دروازه‌ای و اینها چطور میشه مثلا از این در واقع ترکیب اینها یه همچین حجمی رو که مثلا انگار یه چهارتاقی هست و نیست، برج هست و نیست، یه ترکیب چهارتاقی و برجه، یه ترکیب مثلا مقبره کوشکی مثلا با دروازه است و هیچ کدوم اونها هم نیست و در این حال این معماریت داره. یعنی از اون موادی که طبیعت و تاریخ و سابقه معماری و طلبها و نیروها و فشارها و خواسته های کارفرما و کارکردها و عملکردها و اینها، نیازها، خواسته ها، آرمانها، اینها در اختیار میگذاره و برنامه‌های حکومت برای این قسمت از شهر، چگونه معمار مثلا به یک چنین از این مواد تو دست معمار، از همین این مواد رو چگونه به یک ترکیب زیبا تبدیل میکنه و شعر معماری پدید میاره. حالا این شعر رو آدم میتونه بپسنده یا نپسنده، یعنی در این که شعر شما مثلا ممکنه که شعر منوچهری رو نپسندید ولی نمیتونید انکار کنید که ممکنه شعر مثلا شاملو رو دوست نداشته باشید ولی نمیتونید بگید که شعر این نیست که. درسته؟ برای اون یه بحث دیگه ایه. این به مرتبه شعر معماری ارتقا پیدا کرد. این مجموعه نمونه‌ای در واقع از پرسش هایی است که ما از اثر میپرسیم در نقد با رویکرد فرمالیسم ژرف.